ارادت شمشملات برای کار کردن آجر دوغابی خودت اذیت نکن. آجر نسوز خاصی دوغابی کار کنی با صلیب کار نکن، با شمشملات کار کن. روش کار کردن با شمشملات الان بهتون نشان میدم. این لبه‌ای که می‌بینید اینجا 3-4 خاله این سوار کار میشه. این هم که می‌بینید اینجا تقریبا 1 سانت بند کار ما رو تشکیل میده. روش کار کردنش وقتی با شمشملات کار میکنی همچین بند تمیزی در میاد. حالا شما برای من نظر بدید، تو کامنت ها بگید با شمشملات بهتره کار کنی یا با صلیب؟ شمشملاتتون آلومینیومی باشه بهتره یا چوبی؟